از بخش معماری و شهرسازی ناحیه وخش اطلاع دادند که به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود شهرک و 5 جماعت دهات ناحیه نزدیک به 200 انشاءات گوناگون خدمترسانی ساخته به استفاده داده می شود. تنها در دهات به نام رودکی ناحیه وخش قریب 30 عدد انشاءات بخش اجتماعی از جمله مکتب و معارف، بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی دهاتی قامت می افروزند. در روند اقدام‌های سازندگی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش ساکنان محلی و صاحبکاران وطنی حصه ارزنده می‌گذارند. در حدود جامعه دهات رودکی زیاده از 20 انشاءات و بخشیده به تجدید جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده میشه. از آن جمله 15 تاش پرره ساخته به استفاده داده شده است. الکی کار و فعالیت دارند. از قبیل پلی ماشین گذر، بنگاه طبی، حمام، سرتراشخانه، مهمانخانه زمانوی، سیخ‌های دوزندگی. به همین ترتیب در جماعت دهات مشعل و وحدت ناحیه نیز بیشتر به بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی معیشی مراکز خاص ظاهر کرده می شود. در دهات مذکور بنیاد کارگاه‌های استحصالی نیز در نظر داشته شده است. من به عهده گرفتم که در این مجموعه کتابخانه، سیخ دوزندگی، مغازه و سرتراشخانه برای خلق پیشنهاد میکنم. تا جشن 30 سالگی ما پیشنهاد میکنیم کسانی که در پایتخت کار میکنن حرکت کنن که همین قشلاق‌های خودشون رو آباد کنن با بهتر میشود.